سلام، چطورین بچه ها؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه تو چنل من. اومدیم با یه آشپزی باحال براتون. برو بریم که یه رسیپی خیلی باحال با مهمون ویژه همیشگیمون که جاش خالی بود قرار امروز آشپزی کنیم. برو بریم. خب بچه امروز من میخوام براتون یعنی با کمک مژگان با هم دیگه یه ماکارونی یا اسپاگتی خیلی مثل سبزی، کسایی که الان مثلا سبزی خار شدن چی میگن وگن شدن و چیز میخورن دیگه نمیخوان حالا گوشت چیزی بخورن، اینو میتونن با یه رسیپی دیگه که به جای گوشت توش مثلا توفو بریزن، سویا بریزن، مثلا پنیرش رو حذف کنن جاش چیزای دیگه بریزن، میتونن اینو درست کنن و خیلی خوبه. و این یه اسپاگتی خیلی خاصه که ما قراره با این اسپاگتیشو درست بکنیم. حالا این چیه؟ بهش میگن اسپاگتی اسکواش که اینو الان بهتون طرز تهیه‌اش رو یاد میدم که چجوری درست بکنیم. این کدوی مورد نظره که فکر میکنم تو ایران هم از این باید باشه تا جایی که بدونم هستش، نه؟ این هست. خب چیزایی که لازم داریم حالا برای این آشپزی، یکیش همین این کدو است که باید داشته باشین. رب لازم داریم، قارچ، این فلفلای رنگی مثل همون فلفل دلمه‌ای ها میمونه، همون شیرین و چیزه. پیاز لازم داریم، اینم یه نوع جعفریه که مدل ایتالیاییشه این، و نخود فرنگی، پنیر پارمیژان درست گفتم آره، و اینم گوشت چرخ کرده. و ادویه‌ای که من میریزم توش آویشنه، این یکی هم یه ادویه ایتالیاییه، و زردچوبه، اینم پاپریکا و روغن زیتون و روغن سرخ کردنی، نمک و فلفل. اینا چیزایی که شما لازم داریم برای درست کردن این اسپاگتی که خیلی خوشمزه است، خیلی هلتی و سالمه برای کسایی که میخوام بخورن و این به نظرم خیلی خوبه. حتما امتحانش بکنید، هم خیلی شیک و مجلسی برای مهمونیاتون بخواید مثلا درست بکنید، یه چیز خیلی جدیده و همین که طعمش هم خوشمزه است. الانم رفتم تو رژیم، هم من هم مژگان رژیم میگیریم، ورزش میکنیم. فکر کردم این بهترین آپشنیه که الان وقتی که حوس ماکارونی کردم جاش اینو بخورم. اوکی، برو بریم برای آشپزی. یه آبی بزنیم به این کدو یه نوع کدو دیگه، نه؟ آره مثل کدو حلوایی یه نوع از اون، ولی رنگش دیگه اینه دیگه. حالا همون کدوه، نگاه قشنگ همون کدوه. ولی ایران ما نیستیم نمیدونیم همه چی همین نوعی که اینجا هست اونجا ما مثل این چیزا میمونیم. اصحاب کف بودن بیای میرن مثل اونا شدیم ما دیگه، اصلا نمیدونیم چه خبره اونجا. خیلی بالاتر بده که میشه اصلا چاقو بشکن. بس خودم در خب ببینیم ایشالله رنگش خودمون قصد کنیم. نه این کارت شده تر برکن تا اینایی که بابا من تحت فشارم. بده من یه جو. این داری به اون یارو چیه سرش رو نمیتونی بکنم. نمیشه؟ کات میکردیم شاید. میگه بابا دست کدو برمیم کدو اصلا برم دستتو بپا بریم موفق بشیم. تشویقشون بفرمایید. اینجام خرابه چرا؟ اینجاش خرابه. خب بچه ما با موفقیت کار انجام داده میتونیم اینطوری اصلا فشو بکنم به اون هم سید. دقیقا این چیزای این توشو باید در بیاریم مثل همون کدوهای خودمون دیگه. ماهاشو با این قلقه چیزاشو در میاریم.
کمکت کنم. خب اینش هم میتونید نگه دارید مثل این تخمه ها میتونید با هم بریزید توی افرایر. میریم. آها اینو الان باید بذاریم روی سینی فر که من سینی ما این توی آماده کنم فویل زدم. بیار. روغن بریزیم؟ نه اول بیاد بگم اینو برداریم. یه ذره روغن اینجوری بزن. روغن زیتون چشمی یه ذره چربش میکنی؟ میکنی؟ نه باید کنی من خورد کنم تو درست کنی. نه خوبه برس اینجوری. این الان از این فرچه ها داری؟ فرچه ها فرچه ای دارم که موش میریزه. آه راستی سیرم باید بریزیم توش یادم نبود. نه؟ سیرم دوست آره سیر و پیاز و اینا دیگه. حالا پیاز من سیر خرد شده آمادم دارم. من سیرم ببینید اینو همینجوری شرمش میکنیم این نصف سرشونه. خب من گاز رو آقا فر رو روشن کنیم رو چند؟ 400 یا مال تو خیلی درجهش زیاده بکنی 375 یا 350 350 اوکی. خب بعد حالا دیگه بستگی به گازتون داره دیگه. مال مرجان خیلی حرارت زیاده. نمک و فلفل هم یه ذره الان بزن. این الان نمک و فلفله. چطوری رو آقا چی؟ این رو آقا الان اینجوری میزنیم بعدا هم که دوباره حالا داریم چیزا رو میکنیم هم باز میزنیم. خوبه فلفل من شدم من شفم مرجان سوشه. من میگم تو بیا درست کن من نگاه کنم. من علاقه شدیدی به آشپزی دارم ولی برعکس من سالی یه دفعه آشپزی میکنم نصفشم میسوزونم. نه قبلا چجوری اون همه آشپزی میکردم. حالا این فوت کوزه‌گریش اینه که نه اینا رو برمیگردیم. فکرم واقعا میخوای فوت کنی. اینجوری میذاری برای 30 تا 30 و 40 اینجوریه. حالا بستگی داره اینجوری. بعد چنگال میزنی توش اگه پخته باشه. من به خدا همه میگم یه خیلی با دست اگه حرفم نزنی همه میفهمن. ما دستشو بگیری میبینن دیگه نمیتونه زنده بمونه. آره دیگه خلاصه اینجوری چنگال میزنی توش اگه بره تو یعنی پخته دیگه. رفت پخته نرفت نپخته. الان اینجا میشه تموم شده. خب اینو میذاریم این تو ما میریم سراغ چیزای بعدی. خب برو با پیاز شروع کن به نظرم. تو چیکار میکنی؟ وایستاده اینجا دستور میده به من پیاز رو ببر یه دونه کدو از اول تا آخر خورد کرد. نه پیاز رو تو ببر من مراسم خورد کردنشو دارم دیگه. اوکی اونم رو تایمره. خب من اینم روشن کردم گرم بشه. پیازها رو نگینی خورد میکنی که حالا زیاد نگینی نبود نه پیشمندم خوش میگه سمانه همه وجود هم مرجان دستمال جا داشتشم آب میادن آب کارش سخت میده به من. برو خدا بسریم برم. خب شب مرجان یه دونه دستمال بدیم برای دماغ مرجان خانوم. نه بیشوها مونده دماغتو بگیرم. بابا چیزا رو ندیدی؟ عرق اون دارن داغ شدن مثل اون دفعه. آقا یه دفعه من اینطوری داشتم آشپزی می‌کردم می‌خواستم فیلم بگیرم برات. این انقدر داغ شده بود حواسم نبود پیازه رو که ریختم این قشنگ یعنی فقط مونده بود شعله بزنم. یعنی تقصیر منه که تو سری روغن تو داغ کردی؟ می‌ذاشتی اینو خود می‌کردم بعد. تقصیر توئه یه خود واسه سوالات آمدت بالا باشه. من نمی‌دونم اصلا من این چرا با هم دیگه فیلم می‌گیم. چیمون برای مرحله پیاز ریزی. بیا خب دست می‌گیرم دیگه تا سختشون.
همه رو نگینی و خیلی خوب و خدایی از نگینی اون برتر خود کردی یا بابا من به نظرم واقعا میدونی یادت من تو چیز کار میکردم؟ چی کار تو میکرد؟ رستوران لبنانی کار میکردم تو سالاد بارش اونجا به من یاد دادن خوب کردن. چقدر نگینی بیش از اندازه نگینی خود کرده قشنگ عالی خدایی. مرحله یکو پاس کردیم مرکان خانم برای چه بوده نگفتم چجوری قسمت بالاش اینجا رو دقت نکنی. تخماشو داره بودی؟ آره ببین اوکی دوتا دونه دیگه تاستم چه بو این فلفلا رو من توی ماکارونینا خیلی دوست دارم طعم و بوشو اصلا بوشو خیلی دوست دارم. من حواسم به این باشه که واقعا من کار خود را به درستی انجام بدم. من نمیتونم این فنم روشن کنم به خاطر صداش که برای فیلم برداری خودمون اذیت میشیم اونا که خوش داده ببینم واقعا مذارت نکن مذارتی نخواستم دیگه نمیتونم روشنش کنم مذارت خواهی میکنم. این پیازه وقتی که طلایی شد گوشت چرخ کردم رو بهش اضافه میکنم من. بعدش دیگه سبزیجات رو بهش اضافه میکنم یه تفتی بخوره باشو بعد دیگه اون آماده است. خب قارچا برو سراغ کار. خب بچه های عزیز آشپزان گرامی فقط لازمه من یک دقیقه این چشم برگردونم خودم نمیدونم چی پدر کشتگی این غذا با من دارن. خب الان من گوشت رو بهش اضافه کردم اچار دوباره یک کوچولو. خب من الان این گوشتمو بس سخت جفت کارو با هم انجام بدم. اینو قشنگ میذاریم اینطوری بازش میکنیم گوشت رو از هم. یه قاشق این سیر خرد شده بهش اضافه میکنم. بوی چیزارم میگیره. یه کوچولو هم از این یکی هم بهش میزنم که جنجر هم توش خرد شده داره. زنجبیل اینجور زنجبیل دیگه. آره زنجفیل زنجبیله نمیدونم بیله یا فیله رو نمیدونم اینم بهش اضافه میکنم هم میزنیم و هم میذاریم که بوی اون گوشت من اینقدر بدم میاد گوشت بو میده بوی گوسفنده رو میدن انگار گوسفنده رو انداختی زیر دهنت داری میجویش زخمه میگن بوی چی از آشپزی نمیدونی خدایی. آره اون بوه رو بده من اصلا نمیتونم یعنی اگه کسی منو دعوتم بکنه خونش این غذاش اینطوری بو بده من اصلا خدایی نمیتونم. خب کسایی که قرار منو دعوت کنه خونتون یادتون باشه من همچین گوشتی نمیخورم هیچ وقت. بعد قشنگ پخته در حد سوخته من همه چیز سوخته‌ش رو ترجیح میدم تا نپخته‌ش. خب این گوشت چرخ کردم وای 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 گوشتم آماده است. الان میتونیم یواش یواش بهش سبزیجات رو اضافه کنیم. این فلفل و قارچ رو بهش اضافه میکنیم. اومده میرسه دیگه فلفل. خب مرجان بانو داره گندش رو میزنه. بابا چرا از سخت میزی؟ بیا رنگ و رو رو ببین حاجی بیا اون چقدر خوشگل خوشرنگ شد. روبت هم یادت نمیاد. آره الان بذارین یه خورده چیز بخوره تفت بخوره الان عدیه هم بهش یاد نیست. نه بذاریم یکم الان قارچه آب میندازه به امید خدا. بذار من در این روبه رو باز. این روبه اینجاست بیشتر مثلا مثل روبه خودم زیاد رنگ چیزی نداره خیلی رنگ پر رنگ و مثل چیز میمونه چی میگم
گوجه له شده. سبزیه رو اینطوری من با دست اضافه میکنم. اینو میدونید به سلیقه خودتون دیگه، هر چی دوست دارین میتونید بهش اضافه کنید. مثلا سبزیه رو دوست ندارید کم کنید، چه میدونم گوشت دوست نداره، حتی مثلا چه میدونم کسی گوشت اینطوری دوست نداره میتونه حتی با مرغ هم اینو درست بکنه. یعنی به نظر من آشپزی خیلی سلیقه، هر چی دوست دارین بهش اضافه بکنید. خدایی رنگو دارین اصلا اشتهای آدم وا میکنه. حالا امیدوارم مزه‌ش هم، البته من خوردم، خدایی خیلی خوب میشه. درست کنید. بعد دیگه روبو بهش اضافه میکنید. نمک و فلفل اینا زدی؟ نه زردچوبه مرچوبه آبشم بزنم الان؟ کاش چیزی میزدم. شف یادش رفت زردچوبه رو اول به گوشته بزنه. اشکال نداره، الان هم دیر نیست، هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. خب یه مقدار زردچوبه، فلفل قرمز تند. تو تند دوست داری؟ خیلی. من تندی اصلا اون تاثیر نداره. من خیلی تند نمیتونم. آقا چند وقت پیش رفتم خونه یکی دعوتم کرده و آشپزی کرده بود، یه نودل درست کرده. تفلگی ببین اصلا من نمیتونستم با انقدر تند بود این نودله. تندی هم اتفاقا برعکس. از هر کدوم اینا دیگه به دلخواه خودتون اضافه کنین دیگه چیزشو. من اینو میذارم آخر سر اضافه کنم چون این بوش خیلی زود میره. فلفل سیاه، من عاشق فلفل سیاه هم. تو همه چی باید یه فلفل سیاه بزنه، همه چی. و نمک. بعد اینو یه همش میزنیم. من دستش رو بزنم نمیشه درست. همه رو؟ احساس میکنم زیاد میشه. اول همش بزن. بایستا. بذار یه کوچولو بیشتر میزنم. خوب بشو. یه قاشق میزنم. چیزی هم تش نمونه. این رو نگاه کن. خدایی خیلی خوش رنگی. من غذای رنگی منگی خیلی دوست دارم. خب این الان فکر کنم اینم آماده است. من الان به خودارم بهش اضافه میکنم دیگه. این نخودم چون نرمه از این فرنگی ها زیاد هم مثلا دیگه زیاد لهش نکنید، با هم حواست باشه. این از طرف سوشف کوچک به شف بزرگ. من دوست داشتم ذرت هم داشتم توش میریختم ولی نداشتم دیگه ذرت. میذاریم همین، یه مقدار زیرشو کم میکنیم که روغن بندازه. اوکی، بریم برمیگردیم با کدو آماده شده. فعلا خب بچه ها ما برگشتیم. این که درست شد موادش داخلش و کدومونم آماده است. الان درش میاریم. خب کدومون این شکلی ببین وقتی که دست میزنی نگاه کنی اینطوری نرم شده و داغم هست. اینطوری نرم شده. اینجا میفهمی که داخلش هم 100% پخته. من میذارمش این روی یکم باید خنک بشه. توش هم اینطوری شده. چه بوی خوبی داره. وای اینطوری دیگه قشنگ همش سرخ میشه و یعنی آماده است. الان نگاه کنید چنگال میزنم بهش، این آماده است. حالا تا این یه خود خنک بشه بهتون یه چیزی بگم که اولا اینکه کانال رو سابسکرایب بکنید، حتما کامنت بذارید، لایک بکنید ویدیو رو برام و اینکه دیگه چی زنگوله رو بزنید که ویدیو میاد بالا، ویدیو رو زودتر ببینید و کانال پیج اینستاگرام منو دنبال بکنید. همه رو این زیر دونه دونه میاد بالا و آخر ویدیو هم همش هستش، میتونید نگاه بکنید و اینا رو حتما خواهش میکنم ازتون که کانال رو سابسکرایب بکنید برام و حتما کامنت بذارید تا جایی که میتونید. نظراتتون رو بگین، اگه بهم بگین چه جور ویدیوهایی دوست دارین حتما من براتون همونطوری ویدیو میگیرم میذارم. و اینکه من توی فکرم اینه که حالا کسایی که تو ونکوور هستن لطفاً
به من خبر بدن. من میخوام یه برنامه مثل بفرمایید شام درست بکنم و احتیاج به یه گروهی دارم که بخوان تو برنامه ویدیوی من شرکت بکنن. من 3 نفر رو لازم دارم که چیز اینو داشته باشن که بتونن که آشپزی بکنن، یعنی امکاناتش رو داشته باشن، حالا خونه داشته باشن، وسایل آشپزی و اینجور چیزا خلاصه داشته باشن که بتونن آشپزی بکنن. هر کی دوست داشت، کسایی که تو ونکوور هستن لطفا به من مسیج بدن تو اینستاگرام حتما اگه تونستین که من باهاتون هماهنگ بکنم که خواستین میتونیم با همدیگه یه برنامه بفرمایید شام برای 4 شب درست بکنیم و کنار هم لذت ببریم. پس لطفاً برای من حتی تونستین زیر این ویدیو هم کامنت بذارین، کسی که خواست شرکت بکنه به من خبر بدین که هماهنگ بکنیم با هم یه برنامه بفرمایید شام باحال و خنده‌دار درست بکنیم. خب الان دیگه این آماده شده. میایم حالا با یک چنگال اینو برمی‌داریم، اینطوری همش رشته رشته میشه، مثل رشته ماکارونی خودش همش در میاد، مثل اسپاگتی میمونه دیگه. قشنگ با چنگال اینطوری بکشیم بهش. خیلی داغرم. میتونید تو همینم سرو کنید دیگه. لازم نیست، میتونید بریزین رو بشقاب ولی تو این خودش باشه خیلی خوشگل تره. به خاطر همین بعد دیرتر هم سرد میشه اگه بخواید مثلا سروش بکنید. نمک، این فلفل و حالا این موادی که داریم و همش بزنیم. آره همش بزنیم اینا قاطی بشه، نمک و فلفلا شروع نشه روش. گوش که خیلی خوبه، مزه‌شون خوبه. من خوردیم. خیلی خوب شده بچه. و این مواد رو به هر مقداری که دوست دارین اینطوری میریزین روش. نگاه کنید چه قیافه خوبی داره. چقدر باید بریزم؟ یه ذره دیگه بس. این از این. حالا یه کوچولو این سبزی هم میریزم روش برای تزیینش. و در آخرم بعد پنیره رو زودتر میریزم. خاطی میشه. من پنیر دوست ندارم، من پنیر نمیریزم روش. یه کوچولو من فقط برای تزیینش میریزم چون من پنیر زیاد دوست. خب اینم از اینم شد اسپاگتی ما به این خوشگلی، به این شیکی. قشنگ میتونید برای مهموناتون سرو بکنید. بذار من تو این دوربینم بیارم نشون بدم. نگاه کنید چقدر خوشگله. میتونید اینو برای مهموناتون قشنگ سرو بکنید و خیلی شیک و خوشگله. حالا دورش هم میتونید تزیین بکنید روی بشقابتون. حالا میتونید کنارش سالاد بچینید، میتونید چه میدونم سبزیجات دیگه بچینید و قشنگ برای مهموناتون سروش بکنید. پس یادتون نره سابسکرایب کنید، حتما چنل ما رو دنبال بکنید و حمایت هم بکنید تا یه ویدیوی دیگه و یه آشپزی دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Love you. خداحافظ.